سلام برادران و خواهران گرامی. در خاندانی هر یک ما و شما داشتن خواهر زندگی را یک جهان جلای دیگر می دهد. محبت خواهر به پدر و مادر نظر به برادر زیاد دیده می شود. آره، خداوند برایشان دل بزرگ داده است، مهربان، مشفق، دلسوز، غمخوار. در برابر این زودرنج، نازک دل، پرصبر و مدام خواهان خوشبختی همه ما و شما هستند. واقعا دل زن نظر به مرد نرم و حلیم است. بیشتر خواهرم برایم زنگ میزند، مهربانی میکند، محبت و صمیمیت خود را نشان میدهد. گفتنی هستم هر نفر به قدر بودن خواهر و خواهر بزرگش باید برسد، چون در سیمای آنها مادری عزیزمان را میبینیم. هیچگاه خواهران را آزار ندهیم، سخنی بد نگوییم، دل شکستشان نکنیم، احترام کردن را بپذیریم، زیرا زخم تبر می رود و حرف بد در خاطر می ماند. می گویند تا کسی را از دست ندهید به قدر آن نمی رسید. در زنده بودنشان محبت و صمیمیت آنها را هر روز و هر ساعت می بینم و احساس می کنم. به قدر بودنشان می رسم. خواهران غمگسار ارزنده مهربانی و محبت شما هستند. عزیزانم، بیایید تمام خواهرانی که امروز در زندگی ما و شما هستند احترام آنها را به جا بیاریم، قرض برادری را به اجرا رسانیم.